زندانی به نام زاره هستم. 3 سال است که تو زندان عادل‌آباد شیراز محبوسم. من قاتل هستم. من در سن 15 سالگی مرتکب قتل شدم. من از کردار خودم پشیمون الان هستم. شما انسان‌های آزاد منو نجات بدید. دیگه اتفاق تصادفی بود. خواهش میکنم منو نجات بدید. من میخوام زنده بمونم. من میخوام آزاد باشم. من دارم آخرین روزهای زندگیمو طی میکنم. ممکنه هر لحظه منو به پوه چوبه دار ببرن. من از شما میخوام که صدای منو به گوش تمام مسئولین برسونید. آیا کسی هست که به من کمک بکنه؟ آیا کسی هست که به من کمک بکنه؟ آیا کسی هست که به من کمک بکنه؟ اون موقعی اتفاق افتاده، یعنی یک کسی در اثر یه حادثه‌ای که نه حساب شده نبوده اتفاق افتاده کشته شده، شهید شده. ولی ما داریم میبینیم که الان چیکار داریم میکنیم. یعنی ما عاقلانه میدونیم که ما میتونیم یک کسی رو دستور بدیم که قصاص بشه، میتونیم نکنیم. به این انگیزه رسیدم که گذشته ما شاید ما اون پسر اعدام بکنیم 1 ساعت یا 1 شب، برفرض بگیم خب پسرمون رو کشته بود و ما هم کشتیمش، پدرش هم داره بردیم رفته کارش. ولی نه، اون روز تو محضرم گفتم الان کشتمش. اگر مثلا فرضون من برای فرزند من این اتفاق افتاده بود، من این طناب رو بندازم گردن این پسر، من شب خوابم میبره. من یعنی فرداش من بیدار میشم. آره طبیعی. خدا میدونه اگر مرتضای تو به جای حسین من بودش و مرتضی حسین رو از بین میبرد، من حتی اجازه نمیدادم 1 ماه مرتضی تو زندان بمونه، چون این بچه‌های آسیب دیده این تو اجتماع، بچه‌هایی که حالا به نوعی اون شکل حقیقی زندگی رو دارا نیستن. باورم نمیشه چشمات برم مال دیگرون شد رو در و دیوار خونه دیدم نه، نمیتونم. یعنی اگر من یه همچین عملی رو انجام بدم، این وحشت اصلا تمام زندگی منو خراب میکنه. برای اینکه من با دست خودم یه همچین کاری کردم، اونو با دست خودش نکردن، اون در یه اتفاق بوده. بعد فکر کردم که چه بکنیم. کلنجارایی که با خودم رفتم و با مشورتایی که با خانمم کردم به این نتیجه رسیدم که این کار رو گذشت کنم، اول برای رضای خدا، دوم برای رضای خدا، سوم برای رضای خدا، چون خدا از همه بالاتره و ما هممون تمام مخلوقات خدا به گذشت پروردگار نیاز داریم. زمانی که حکم قصاص بچه من صادر شد، رفت و به خانواده گفت آقا این حق شما رو من گذاشتم کف دستتون، الان من رضایت سعیدی میخوام، چون من به سعید گفتم که شما به من دروغ نگو، من به آخر بهت کمک میکنم، واقعا آخرم کمک کردم. توکل کردم، من خدایا من دارم میرم، یه کاری کن من فردا صبح راحت چشمام وا کنم. بعد که رفتیم پیش قاضی، اصلا نتونستم تو صورتشون نگاه کنم، اصلا انقدر قرمز شده بود صورتم و وقتی دولت انگار 100 درجه تب داشتم. دلی میهم بشینه دست وزونی
کار بدیم، گناهکار بدیم و بزرگی خودتون ما بخشید که خدای ما شما و خدا راضی بشید. ما کوچک شما هستیم، ما تا روزی که میمیریم مدیون شما و خانواده شما و محبت شما هستیم. و خدا خانم ما از این خانواده از اینجا تا خانه خدا راضییم. خدا براشون خوش بخوان. این حیات زندگی رو اون مردم به بچه من برگرداندن. خدا ازشون راضی بشه. امیدیم به خدا و امام زمان که این مردم هم دلشون به رحم بیاد همچین حرکاتی انجام بده.